میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. ما مثالهای زیادی در دست داریم که از جانب زنان و دختران سترپوش استعمال مواد مخدر، آدم فروشی و باز بعضی کردارهای دیگر صادر کرده می شوند که از سنت و عنعنه‌های ملی ما، هویت و شأن و شرف زن تاجیک تماما و فرسخها دورند. من نمیگذارم نمایش نشانتیم، من نمیگذارم، چون که ننگ و ناموس دارم. با چه کارها مشغول هستند؟ مثل آن شیخ‌هایی که نمایش میدن از آنها در بدتر هستند بعضناش.